شرافت مرادова کشاورزی 55 ساله از جماعت کیروفی ناحیه وخش بیش از 30 سالی عمرش را به پرورش قلفینه یا توتی زمینی گذرانده است. او از کشاورزان خوشحالی است چون که به کارش در ولایت و بیرون از آن توجه دارند. سفیر امریکا الیزابت میلارد خریدار محصولات شرافت است و دولتشاه گل احمدزاده رئیس ولایت ختلان با او کمک می‌رساند تا قلفینه‌های رسیده را جمع‌آوری کند. این حاصل نخستین قلفینه نوعی فستیوال است که از کالیفرنیای امریکا آورده شده است. باید هم کارکردش آسان‌تره که خشابش نمی‌کنیم، مثال چابقش نمی‌کنیم. دورتویش آتیش با نظر به او آسان‌تره. فستیوال را باری اول در وادی وخش می‌کنند. تشریف خانم میلارد نیز به خاطر خبر گرفتن از وضع رستنی‌هایی است که به وطنش منسوبند. کشتی این نوع قلفینه با کمک آژانسی ایالات متحده آمریکا عاید بر رشد بین‌الخلقی امکان پذیر شد که بخشی از لایحه دستگیری زنان صاحبکار ختلان است. کشاورزان وادی وخش برای سنجش امسال در 20 ساط قلفینه آمریکایی کشتند و نتیجهش را خوب می‌گویند. حاصلش آیا هم خیلی بهتره که میوهش به چی دورتر میروه، برای دور میروه. در وادی وخش 3 نوع قلفینه پرورش می‌یافت. قلفینه محلی با نام امیری و نوع‌هایی که با نام ترکی و روسی مشهورند. قلفینه امریکایی از این نوع‌ها دیده پیشتر می‌پزد. بعد یک هفته پیش 3 ماه بعد شنونده دیرترک یک هفته پیش از او با بازار برآوردیم. عائله نزاره رحیمووا از 15 نفر عبارت است. آنها چند ده ساله قلفینه می‌کنند. حاصل فستیوال برایشان مقبول افتاده است. دیرترک شد ما ایو قوچی نداشتیم خیلی بازیرش ده خوبه. قلفینه نوعی فستیوال را قطرگی آب می‌دهند. پرورش آن برای کشاورزان سودآور است. حالا 1 کیلوگرم این قلفینه در بازارهای ختلان از 25 تا 35 سومانی نرخ دارد. برای آنکه کشاورزان از پرورش این قلفینه آگاه شوند چند کورس‌های آموزشی را پشت سر کردند. نزاره رحیمووا با پرورش نوع قلفینه می‌خواهد درآمد خود را بیافزاید. این زن می‌گوید که فستیوال تا 10 روز ویران نمی‌شود، نمود بازارگذار دارد، احتمال است جای نوع‌های دیگر را تنگ کند.